با سلام و درود خدمت همه عزیزان دل و همراهان گرامی. با یک پادکست دیگه از چنل عشق ابدی پارت مربوط به یوتیوب سامان شو در خدمت شما عزیزان هستیم و قصدمون نقد و بررسی وقایع پیش اومده داخل ویلا و حواشی بیرونش در مورد قسمت پخش شده هستش و شخصیت هایی که این روزها بسیار سر و صدا کردن توی سوشال مدیا. یعنی این یک برنامه فقط نبود، یک برنامه ریزی بود بیشتر، مخصوصا این قسمت ها برای هیت دادن جهتگیری ها، سوگیری ها و عقده گشایی های فردهایی که خودشون رو خیلی خوب میدونن و بقیه رو بد و فحاش و بد دهن، در صورتی که داریم میبینیم که در چنل های شخصیشون با رکیک ترین الفاظ دارن هیت میدن به یک آدمی که حالا توی شرایط بسیار بد عصبانی شده و یک حرف بسیار زشت زده، ولی اینا در شرایط عادیه که این شخصیتشون رو دارن نشون میدن. این خیلی مهمه. شما توی اون شرایط سخت با اون آدم بیمار و روانی انقدر عصبانی بشی و یک لفظ زشتی رو به کار ببری، ولی الان تو خونت نشسته باشی، برنامه رو نگاه کردی و منتظری این قسمت برسه فوش خار مادر بکشی و بدترین الفاظ رو استفاده بکنی، چه تو چنل شخصی تلگرامت خانم اصل با شماییم، چه توی استوریای اینستاگرامت که حتی حالا دوست عزیزم کیارش جان میاد بالا صحبت میکنه کامل در موردش، که حتی اینستاگرام چند بار این استوری رو پاک میکنه و شما تاکید داری. و اون خانم یاسمن که میاد اینجوری مظلوم نمایی میکنه، هی میگه کسی زن ستیزی نبود، آیا است نقطه. خانم شما کل اینستاگرام رو با یک تهمت دروغ که گفتی تعرض به هم ریختی. انقدر کثیفی که این تهمت تعرض رو به یک نفر زدی به خاطر اینکه تخم نفرت، تخم کینه رو بکاری که امروز که این قسمته بخوای برداشت کنی. ولی متاسفانه یا خوشبختانه انقدر شما مریض دلی و روانی هستی، دستت دیگه برای همه رو شده. درسته خیلی ها میخوان جهتگیری کنن، کرهگیری کنن، از این آب گلالود ماهی بگیرن، ولی اکت شما داخل اون ویلا جز حسادت، بخل، کینه و مریض دلی هیچ چیزی به مخاطب نداد. دخالت های بی جای شما بوده که باعث خیلی از تنش های اون ویلا شده. شما کارت نسبت به کانسپت برنامه که نظر دادن درباره روابط دیگران نبوده. شما کارت فتنه انداختن در روابط دیگران بوده، در جهت راستای تیمی که شما تشکیل دادی. اگر فقط می اومدی دو طرف رو میکشیدی کنار و میگفتی من نظرم راجع به رابطه شما اینه، نه اینکه بری پشتشون دسیسه کنی. خیلی از دوستان دارن این کار رو اشتباه میگیرن با سیاوش سیزن قبل. سیاوش دو نفر رو میکشید کنار، بهشون میگفتش که شما اینجای کارتون مشکل داره، من از شما چیزی نمیبینم، ولی این خانم میاد یه دفعه یک فنگی رو پشت میندازه، دسیسه میچینه، فتنه میچینه، اصلا به آدم هایی که ریجکتش از سمت اونا ریجکت شده هیت میده، دروغ میگه، تنفر میفرسته. ما اینو بارها و بارها دیدیم. زیاد دیگه گزافه گویی نکنم و مایکو بدم به دوست عزیزم کیارش جان. درود بر شما، مایک در اختیار شماست. درود بر شما سوی جان و بقیه دوستای عزیزی که صدای ما رو میشنون. در مورد اتفاقاتی که توی این برنامه افتاده و حالا قسمت جدید هم ادامه اون رو مشاهده کردیم، چیزی که میتونم بگم اینه که این نقطه عطفی میتونسته باشه برای اتفاقاتی که از قبل از شروع برنامه تا الان تیم‌های جریان سازی که وجود داشتن برای این برنامه شاهدش بودن. همینی که خود برنامه جهش ویو گرفته بعد از یه مدتی که دائما توی سراشیبی
از دست دادن مخاطب بوده. این خودش نشون میده که برای خود برنامه سازها هم این قسمت با ارزش بوده که بتونن ازش استفاده کنن. و اگر یا خاطرتون باشه چندین قسمت قبل وقتی 2 قسمت از ضبط شب رو به ما نشون ندادن، یعنی دقیقاً 2 تا قسمت ضبط شب 2 روز پشت سر هم، اینها رو ما نداشتیم و برای خود من جای سوال بود که چرا همچین اتفاقی افتاد. الان میتونم بدونم که میخواد برای کجا این قسمت ها رو اضافه کنه، چون برای اینکه این ویوی این قسمت رو داشته باشه و بتونه ادامه بده با مخاطبینش احتیاج داشته اون قسمت ها نشون داده نشه. قسمت هایی که اونها هم پر از دعوا، پر از فحاشی و پر از حاشیه بوده، ولی ترجیح دادن اون چیزی که 2 تا گروه روش تمرکز داشتن و تارگت اصلیشون بود روی اون این مانور رو بدن. ببینید یه اتفاقی میفته. شخصی به نام حالا آقای سرجیو توی این برنامه از لفظ بسیار زشتی در مقابل خانم یاسمن استفاده میکنه و خب هیچ جای دفاعی نداره. یعنی کسی که بخواد از این لفظ و از این صحبتی که شده بخواد دفاعی بکنه شخصیت خودش رو زیر سوال میبره. پس این بحث برای ما کاملا موضع مشخص و واضح داره در مورد ایشون. این صحبت محکومه، نباید به هیچ فردی توهین جنسیتی بشه. این تا اینجای کار. ولی یک موضوعی هست از اتفاقی که میفته ببینیم دیگران چه استفاده ای دارن میکنن، دیگران چه کاری دارن انجام میدن و چه برداشتی میخوان از این موضوع بکنن. چیزی که دائما براش برنامه ریزی کرده بودن و حالا به شما به زیبایی گفتید که خانم حسن میاد توی چنل تلگرامیش و همینطور پست ببخشید استوری اینستاگرامش مطالبی رو منتشر میکنه که شما اگر بخواید اون رو روخونی کنید توی مدیا باید هر 2-3 کلمه یه بوق روش بذارید و این برای من خیلی جای تعجبه. الان این افراد معترضن به این که چرا به یک فرد، من هیچ وقت نمیگم به یک خانوم چرا بی احترامی شده، چون با جنسیتی کردن جامعه مخالفم، چون با اینکه اینها کسایی هم که اصلا به تساوی حقوق زن و مرد، به برابری، به اون همون ایدئال هایی که حتی خود فمینیست بهش واقفه و طرفداراشون و فمینیست های معروف دنیا به اون اصول پایبندن، اصلا اعتقادی بهش ندارن و دائما مواردی رو عنوان میکنن که اصلا برای جامعه ما که احتیاج داره این مبحث بهش کمک کنه، به بانوان کشورمون کمک کنه، چون واقعا توی مملکت ما و توی جامعه ما نیاز حمایت بشه از این چیزها، به اینها کمک کنه. اصلا به اینها اعتقادی ندارن و بدتر دارن این موضوع رو به منجلاب میکشن، یعنی دارن نابودش میکنن از اینکه بشه واقعا ازش استفاده درست انجام داد. یعنی این افراد با فحاشی، با بی‌ادبی، با پخش کردن عکس یک خانومی که اصلا به این موضوع هیچ ارتباطی نداشته، این عکس رو توی صفحاتی که هر کدوم بالای 100,000 تا فالوور دارن، توی پیج هاشون که خودشون دارن عنوان میکنن به فن پیج هاشون که هرچی اینها رو ما میذاریم شما استوری کنید، گسترش بدید. خود خانم اصلا علنا عنوان میکنه که صحبت های امروز من رو منتشر کنید و از امروز به بعد فحاشی کردن آزاده از سمت طرفدارهای من. این چیزیه که توی چنل تلگرامشون گفتن و من مستند دارم این مسائل رو و همچین کارهایی میکنن. خودشون دارن عنوان میکنن، تمام این به قول معروف علم رو برداشتن که بگن چرا به یک خانوم توهین جنسیتی شده. ولی با چه دلیلی دارید این کارها رو میکنید؟ شما دارید خودتون چت خصوصی یک فرد رو منتشر میکنید، از طرفی به هیچ کدوم از اصول اخلاقی توی صحبت کردنتون پایبند نیستید، از طرف دیگه خودتون یک خانم دیگر رو فقط به خاطر اینکه میخواید الان روی موج ویو گرفتن سوار شید
به حق و حقوق ایشون تجاوز میکنید و عکس ایشون رو بدون اطلاع، بدون اینکه اصلا کوچکترین موضوعیتی توی این برنامه، توی این بحث ها و توی این گفتگوها داشته باشه منتشر میکنید. بارها اینستاگرام به گفته خودتون استوریتون رو داره پاک میکنه و دوباره این استوری رو منتشر میکنید شما. یعنی قصدتون اینه که فقط بتونید ویو بگیرید. میدونید چرا 4 بار این استوری پاک شد و ایشون باز هم گذاشت این استوری رو؟ چون توی 24 ساعت و 48 ساعت گذشته ایشون به اندازه کل اول این برنامه تا الان فالوور گرفته. میخوان نهایت دیده شدن رو استفاده کنن ازش. براشون مهم نیست به چه قیمتی. بعد همچین افرادی برای شخص من دفاع کردنشون از حقوق این که به یک خانم بی احترامی جنسیتی شده برای من کوچکترین ارزشی نداره، چون یک شوافی بیش نیست و فقط برای مقاصد خودشونه. باز هم تاکید میکنم صحبتی که آقای سرجیو کرده به هیچ عنوان مورد تایید شخص بنده نیست و همه افرادی که اینجا هستیم حداقل میدونم. ولی اون استفاده ای که داره ازش میشه چیه؟ چرا خودشون با همون کار و کارهای حتی مجرمانه تر از اون کار دارن ویو میگیرن و میخوان خودشون رو آدم موجهی نشون بدن؟ مگه میشه همچین چیزی؟ شما به این میگید افشاگری، شما به این میگید اخلاق مداری، من نمیدونم اسم این رو چی میگذارم. واقعا من از این طریق ویو گرفتن، از این طریق فالوور گرفتن، از این طریق دیده شدن، واقعا نمیدونم به کجا میخوان برسن. من همینجا دارم بهشون میگم فالووری که شما به این وسیله دارید میگیرید از به قول معروف به طرفت العینی بعد از این برنامه از دست میدید. چون اگر شما فکر میکنید کسی که به خاطر پخش کردن یک استوری، به خاطر پخش کردن یک عکس یک خانم، یک چت خصوصی، شما میتونید اون مخاطبه برای شما، مطمئن باشید موقعی که برنامه شما تموم میشه با اولین حادثه مشابهی که پیش میاد اون فالوور و اون مخاطب به جای دیگه کشیده میشه و شما رو فراموش میکنه. این ارزش مخاطب گرفتن رو نمیتونید درک کنید که یعنی چی. شما فقط میخواید اون عدد رو ببینید و که داره بالا میره و دارید اون لحظه رو میبینید. واقعا متاسفم به خاطر این کاری که دارن انجام میدن و بدترین چیزش اینه که پشت شعارها و صحبتهایی قرار میگیرن که کوچکترین نسبتی و سنخیتی با وجودیتشون نداره. مرسی کیارش جان و کاملا باهات موافقم. ولی یک چیزی میخواستم بگم اتفاقا از همینجا. این همه که خودشون رو کشتن، این همه که به در دیوار زدن، این همه تیم جمع کردنشون، تازه مثلا چه میدونم ایشون به 140 کی هنوز نرسیده. یعنی استفاده ابزاری از لباس پوشیدن، این لباس پوشیدن هر کسی اولا بگم به خودش ربط داره، ولی همه میدونن که چه جوری لباس بپوشن تا بیشتر ویو بخورن، تا بیشتر پیجشون فالو بشه و لایک بخورن دیگه. ببینید خودمون رو نباید گول بزنیم. با تمام اینها، با تمام ایجاد حواشی ها، ساید انتخاب کردن ها، فحاشی ها، دست مثلا فلانی رو کردن ها، تمام اینها که تازه خودشون رو خوبه میدونن و پاک میدونن و اینا، تازه رسیدن، یعنی به 140 کی هنوز نرسیدن کیارش جان. یعنی میدونی منظورم چیه؟ اتفاقا مخاطب کاملا باهوش دیگه داره میشه. یعنی اون حجم عظیمی که فله‌ای بیش از اندازه میرفتن فالو میکردن و چه میدونم میموندن، اونا دیگه نیستن. اینا یک سری از حالتهای اگزاجری که دارن انجام میدن، این رفتارهایی که از خودشون دارن در میان، به خاطر اون دوپامینیه که اون تعداد فالوورها رو دارن میبینن، از خودشون بیخود میشن و دست به هر کاری میزنن. متاسفانه دارن این کار رو میکنن، ولی نمیدونن که به قول شما
اینا اصلا موندنی نیستن، چون محتوایی نداره این خانم که بخواد تحویل جامعه بده. چه محتوایی داره؟ فحاشیش بددهنی یک دختر میتونه جذاب باشه برای مخاطبا؟ فکر نکنم. ولی اگر یک مقداری کیارش جان برگردیم توی ویلا، دوباره شیوه تکراری آقای معین و این آیدی کاشتن توی ذهن افراد. ولی چقدر تنها شده آقای معین، چون دستش رو شده. یعنی میبینیم تنها کسی که میتونه گیر بیاره باهاش صحبت بکنه و یک آیدی فتنه رو دوباره توی ذهنش بکاره، یاشار و کیمیاست. اونجایی که خودشو داره توجیه میکنه از اینکه من چرا دخالت کردم، از اینکه آبرو برده و مثل این بچه های نونور رفته چه میدونم کتک میخورن تو محله ها، میرن مثلا چه میدونم فلان دعواشون میشه، میرن مامانشو میاره، بودو رفته پشت تیم چه میدونم تولید، من اینجا نمیمانم است نقطه، اینجا دارد ظلم میشود. مسخره بازیه چی آقای معین؟ شما که بزن بهادری، شما که تکواندو کاری، شما که پرنسس نیستی، قربونت برم. این اکتا چیه که پا میشی میری پیش چه میدونم تیم تولید و اینجوری مثلا خودتو میزنی به مظلوم نمایی و خودتو خوبه جلوه بدی، در صورتی که تو فقط میخوای از اون آب گلالود ماهی بگیری. تو هیچ مشکلی با اون فحاشی نداشتی آقای معین. شما زمانی که سرجیو داشت فوش میداد همه میگفتن بسه، چی گفتی، نگو فلانه، هر کسی یه اکتی انجام داد، تو فقط مثل بز وایساده بودی داشتی نگاه میکردی. و این که اتفاقا به نظر شخصی من تو خوشحال شدی که سرجیو اونجوری اون فوش ها رو داد، به خاطر اینکه میتونی بعداً بسیار روش مانور بدی و هیت بدی سمتش. تو به هدفت رسیدی. از این فتنه ای که خانم فتنه‌گر و حسود و بخیل اجرا کرد و این فنگی که انداخت، تو داشتی لذت کامل رو میبردی، چون پروژه و تارگت بعدیت مشخص شد و آتوی داد دست تو که بتونی بعدا ازش چیز کنی، استفاده بکن. و خیلی راجع به این صحبت شد و یاسمن امروز به دروغ میگفتش که تنها کسی که گفتش که فوش داده معین بود، در صورتی که معین بعد از این که سجاد مرادی اومد چه میدونم بهش برگشت گفتش که چرا تو این کارو نکردی، تو چرا ساکت بودی، تازه به خودش اومد من چه گافی دادم، سر همین من گرفته بودم روی یاشار و این بهش گفتم بی غیرت و چه میدونم فلان و بی شرف و این الفاظ رو براش استفاده کردم. پس من الان همونم، سریع فکر بکنم چیکار کنم، چه میدونم. تا سرجیو دیدم فوش نده، اصلا سرجی صحبت نکرده بود، لب به سخن وا نکرده بود هنوز که هی داشتی تحریکش میکردی و تو دوست داشتی که تحریکش کنی و به چالش بکشیش و میدونستی که ایشون هم الان بسیار عصبیه و بیشتر تحریکش کردی با اون صحبت هایی که کردی. و قصدت هم یه غیر از این بودش که توی اون لحظه یاشار نیاد لو بده که آقا جون این فتنه رو که این خانم ادعا میکنه من نمیخواستم بگم، 2 روز پیش به کیمیا و یاشار هم گفته بوده، توی رابطه اونا هم فنگ انداخته بوده، همین فتنه رو کرده بوده. حالا اونا ترجیح دادن که اصلا ساکت باشن، ولی شما داری در جهت این که خانوم یاسمن رو حتی نگهداری در دست و پا میزنی، ولی تک تک یارایی که داشتی دارن پرپر میشن. و چقدر قشنگ بود کیارش جان اون صورت معین و عسل وقتی که جاوید از در اومد تو، وای عسل قیافش خیلی دیدم، اون اشاراتی که داشت اونور با یاسمن رو فرناز میکرد که چی شد، چه اتفاقی شد، چه خاکی بر سرمون شد، خیلی دیدن داشت. من خیلی کیف کردم، برای اولین بار از صحنه ورود جاوید یک جا من لذت بردم. فقط دوست داشتم این صحنه رو که وقتی که جاوید داشت میومد من صورت اصلا فقط اون گلون رو اصلا با هیچ چی کار نداشتم کیارش. سامان جان سلام عزیزم. ولی داشتم میگفتم چقدر لذت بردم از ورود. آره دقیقا میخواستم همینو بگم. و فکر کنم بین 15 نفر، اولا سلام به چت زیبای
یوتیوبمون و دوباره سلام عرض میکنم به لایو استریم تلگرام. بچهای تلگرام دور سرتون بگردم. مرسی که وقت میذارید با هم دیگه گفتگو میکنید، تبادل نظر میکنید. دمتون گرم از این انرژی خفنی که هر شب میذارید برای ما و به خصوص از سهیل، کیارش، علی و بقیه دوستانی که زحمت میکشن برای چنل خودشون در اصل، چون این چنل ساموشو چنل شماست بچه. دمتون هم گرم. و جالبش این بود بریم سراغ قسمت 50. سهیل جان من خیلی هم یهویی اومدم وسط صحبتاتون، عذرخواهی میکنم، نمیدونم تا کجاشو صحبت کردید، ببخشید اگر من تکراری صحبت میکنم. دو سه تا صحنه رو من خیلی باش کار دارم. یکی به قول تو ورود جاوید، از آخر شروع کنیم. ورود جاوید، اون اکتایی که نازنین اومد زیر لب یعنی زیر زبونی داشت به معین یه سری حرفا رو انتقال میداد که وای این چرا اومده و فلان و بیسار. اکت مهیار که برگشتش میگفت نمیدونم لجند فصل 1 علی اومده که نشون داد که ایشون اصلا فن این آدمه بوده. و بعد از اون فکر کنم 15 نفر، بین 15 نفر فقط عسل بیاد رأی به نیومدن جاوید بده. فکر کن خود فرناز که به قول حالا خیلی ها ضربه خورده بوده از جاوید یا نمیدونم کسای دیگه بگن بله بیاد حتما، فقط و فقط عسل بگه نه. من نمیدونم چه وضعیتی بوده. و نکته بعدی که خیلی من حال کردم، دمش گرم سرجیو پخت و پس کرد و نشون داد که چقدر بچه با وجودیه و با جدیت تمام برگشت گفت کسی که مدعی اینه من به توهین به خانوما خیلی حساسم و توی یه خانواده بزرگ شدم که ادب حکم میکنه و فلان و بیسار و اینا، خودشو داره تو تیوی توی اون برنامه داره خوبه نشون میده به همه مخاطبا. دست شروع کرد که برگشته بوده به اصل، دو جا برگشته بوده قشنگ کلمه گوه نخور رو گفته بوده. بالا مهیار گفته بود که شب قبلش که مهیار گفتش که آره نمیدونم این میاد بالا به ما میگه این دختر اصلا واسه من مهم نیست و فلان و بهمان و بیسار. یا این که یه صحنه دیگه ای هم که دیدیم که معین باز دوباره خال زنک بازیاشو ول نمی‌کرد، نشسته بود تمرگیده بود پیش ارزم به حضور شما یاشار و کیمیا، نشسته بود دستاشو گذاشته بود با آرامش کامل. ببینید دوستان فلان اینجوریه باز داشت قانع میکرد اینا رو که ببین تقصیر اون بوده، اصلا این تقصیری نداشته یاسمنگولا و شما سمت حق وایسید. یعنی داشت یه جوری اینا رو بهشون میگفت در نمیداد که ببین اگر حق طرف حق وای نسید مردم شما رو قضاوت میکنن سر اینکه این فوش شده چرا حمایتش نکرد، در صورتی که بابا کسی که بی احترامی میکنه، کسی که خودش فحاشی میکنه، کسی که 1001 حرف زشت زده شده تو اون برنامه واسش مهم نبوده، الان چون سر اینجا مثلا این اومده جواب های و باهوی داده حالا اون حرف زشته، اصلا اوکی ما قبول نمی کنیم اون حرف زشت، ولی بخواید اینقدر سفت و سخت بخوای بگید زن ستیزه از این کلمه استفاده کنی توی برنامه و بخوای یه حجمه یا هم توی برنامه بیاری به سجاد و بیشتر از سجاد به آیدا هم بیاری همزمان، این دیگه تای کثافت بودن و لجن بودن معین بودش. انقدرم که به قول سولی عزیز خوب حرفی میزنه، معین تو انقدر بیورزه بودی که از اصل دفاع نمیتونستی بکنی، پسرها رو مینداختی جلو وسط. نمیدونم من حالا باز دوباره میخوام صحبت کنم یه ذره دربارش، دوست دارم کیارش هم صحبتاشو بکنه سوهل، بعدش من باز دوباره نظر بدم. 100% کیارش جان مایک در اختیار خودت، فقط چم فقط سامان من یه نکته قبل از اینکه کیارش جان بیاد چون داشتیم صحبت می‌کردیم. آره بگو، ببخشید من فکر کردم تو صحبتاتو کردی گفتم، چون من گذاشتم صحبتای تو رو پخش بشه گفتم صحبتای کیارشو بشنوی. بگو اگر صحبتای تو مونده. ببخشید اشکال. نه یک صحبت کردم قبل از اینکه بیای فکر کنم نشنیدی. ببین معین زمانی که میخواست این ذهنیت ها رو تو ذهنای افراد تک تک بکاره دونه دونه میکشوندشون کنار و این صحبت ها رو میکرد. امروز هم دوباره از همون تاکتیک استفاده کرد، ولی چقدر بدبخت و تنها شده بود این معین کوچه‌ای به خاطر اینه که فقط یاشار کیمیا رو گیر آورد و بقیه دستش خونده بودن و نتونست این چه میدونم هیت رو توی تک تک ذهن‌ها بذاره. حتی مهیاری که
نوچش بود، یک جاهایی کارهای کثیف چه میدونم معین رو انجام میداد و معین خیلی سعی کرد این شخصیت کثیف رو سفید بکنه، دیگه یک قشنگ باهاش کارد و پنیر شده و حتی با ایشون هم دیگه نمیتونست و چقدر تنها بود امروز معین، چقدر مستاصل بود که فقط یاشار و کیمیا رو تونست گیر بیاره، یک مثلا چندان ذهنیتی فتنه چیزی تو ذهن اون افراد آخه بکن. داداش جالبش اینه چند قسمت بره جلوتر خود این آدم معینه میاد میگه آقا من غلط کردم، من اشتباه میکردم. من موندم اون موقع میخواد چه حرفی بزنه واسه مخاطباش، اون موقع چجوری میخواد اینا رو به دونه دنبال حرفاش. میدونی چی میگم؟ دیواره هاشا بلنده سامان جان، اون زمان میگه انقدر من تحت فشار بودم. آخه اینجور افراد کاملا تابلو هن. انقدر من تحت فشار بودم، همون بهونه ای که چه میدونم برای پارتنرش میاره که من چرا با تو صحبت نکردم، اونجا هم میگه من انقدر تحت فشار بودم مجبور شدم یه همچین حرفایی بزنم. من همچین پیش بینی میکنم. حالا کیارش هم صحبت کنن زیاد. آره من فقط قبلش به بچهای یوتیوب یه چی بگم، ببخشید کیارش خیلی معترض کردم، معذرت میخوام. بچهای یوتیوب من الان تاممیل و تایتل رو عوض میکنم، بعد از گفتگویی که با بچهای چنل تلگرام داشتیم ریاکت به برنامه وزین ویلا ایکس رو میدیم، خیالتون راحت که یه ذره روحیتون هم عوض بشه. کیانا جان مخصوصا شما مرسی. کیارش جان بفرمایید عزیزم. درود بر شما سامان جان، بچهای چت یوتیوب و دوستای خودمون هم که اینجا در خدمتشون بودیم. در مورد این اتفاقاتی که توی قسمت امروز افتاد، دو سه تا نکتهش برای من خیلی مهمتر بود و بیشتر از همه برام اهمیت داشت. یکی هم صحبتایی که معین داشت با تک تک افراد میکرد و به نظر من هیچ هدفی نداشت برای حتی توجیه کردن خودش برای هیچ چیزی. تنها هدفش حمله کردن به رابطه سرجیو و آیدا بود. جایی که دقیقاً با شما هم درست اشاره کردید، کنار استخر اون کلمه رو استفاده کرد و حتی اسم آورد که متاسفم برای آیدا که آدم زن ستیزی مثل ایشون رو انتخاب کرده و حتی از اون آقای فردین اسم آورد این وسط. یعنی دیگه حمله کردن به یک رابطه خیلی باید زشت باشه که شما اسم مرد دیگه ای که ایشون روی ایشون کراش داشته اون وسط بیارید و بخواید اون فرد رو توی اون جمع تحقیر کنید، از دید خودتون البته. و این یک کار بسیار بسیار خطایی بود که آقای معین انجام داد و اونی که اون کلمه زن ستیز رو استفاده کرد، این کاملا نشون میداد که اصلا از اون لحظه ای که ایشون رفت بالا و صحبت کرد و اومد پایین و اکت هاشو دیدیم کاملا عوض شد و چه دنبال چه چیزی میگشتن دیگه. یعنی کاملا توی این برنامه میدونستن با چه جملاتی میتونن ویو بگیرن. حرف هایی که داشت از دهن معین و از دهن یاسمن در میومد دقیقا یکی بود. صحبت هایی که یاسمن امروز توی برنامه میکرد اونو باید یه قسمت پادکست کامل در موردش بسازیم که من تک تک جملاتی که توی این قسمت میکرد رو میتونم به استناد 50 قسمت قبل برنامه نشون بدم که ایشون حرفاشون متناقضه. یعنی دونه دونه حرفا و ادعاهایی که داشت میکرد توی این برنامه تمامش رو خودش توی این برنامه نقضش رو عنوان کرده و کاملا چون الان موضع میخواست بگیره در این موردی که خودش رو توجیه بکنه و احساس میکرد الان به خاطر این فحاشی که بهش شده موضع بالاتر رو داره نسبت به بقیه بچه ها، کاملا این رو انجام میداد و این گونه صحبت میکرد که ذره ارزش نداره، مثل کاری که معین برای اعتراض به این فحاشی کرد که از دید من ذره ارزش نداره. ببینید اون لحظه ای که این فحاشی انجام شد دقیقا 3 نفر به سرجیو عنوان کردن که نگو بسته. از آقایون رو دارم میگم، یکیشون آقای وحید بود، یکشون سجاد امیدی بود و یکشون احسان بود. این 3 نفر بدون فکر، بدون این برنامه ریزی، اون لحظه ای که اون فحاشی شد ابراز کردن. آقای معین هیچ چیزی ابراز نکرد، حتی اون اکتی که در مورد آیدا بود که آیدا 2-3 بار بهش گفت نگو و وقتی دوباره تکرار کرد آیدا از کنار سرجیو رفت. اون میشه یعنی
بدون حس، بدون ببخشید از روی حس و بدون برنامه ریزی، یعنی اکتی توی این نبود، اون واکنش واقعی اون افراد بود. ولی وقتی زمانی میگذره و صحبت‌هایی میشه و افراد به خودشون میاد که باید الان چه واکنشی نشون بدن، از بعد از اون دیگه اون رفتارها میشه فیک. آقای معین بعد از اون یادش افتاد که این صحبت رو باید بکنه و کجا، همون جایی که حالا به درستی میگید سجاده امیدی بهش گفت. و اصلا این بحث واکنش نشون دادن و این نشونه غیرت بودن رو که من کلا باهاش مشکل دارم، چون این واکنش ها اصلا نشونه یه چیز دیگه ایه، نه نشونه این غیرتی که این افراد میگن. کسی که بخواد صحبت بکنه و از فحاشی و از چیزی جلوگیری بکنه، این بحث ها نیست که میخواد این کارو بکنه، از روی انسانیتی که باید اون کارو بکنه، نه از روی غیرت. من اجازه نمیدم، اینا همه شوافه از دید من و هیچ ارزشی برام نداره کسایی که همچین شعارهایی میدن و پشتش هم خودشون رو قرار میدن که دیده بشن، که ویو بگیرن. برای خود من هیچ ارزشی نداره. دقیقا کارهایی که الان بیرون از برنامه دارن این افراد میکنن، ببخشید از دوستایی که این تکراریه، ولی برای بچهای چت دارم این رو میگم، برای کاری که امروز خانم عسل کرده، چندین بار استوری رو گذاشته و به گفته خودش اینستاگرام داره این استوری رو پاک میکنه و دوباره ایشون میذاره توی اون چت خصوصی که ایشون منتشر کرده، که کار مجرمانه کردنش بماند یک بحث جدا داره. اون خانومی که ایشون عکسش رو منتشر کرده کجای این قضیه بوده؟ شما درود به شرفه. دقیقا من میخواستم این نکته رو بگم. مرسی، ادامه بده دمت گرم. این کارش خودش ستیزی ترین حالت ممکنه. این کسی که دم از شرف و غیرت میزنه عکس یه دختری که نه سر پیاز بوده نه ته پیاز بوده رو چرا بر نداشتی بلور کنی؟ چرا اینقدر شرف نداشتی پخش کردی؟ ببخشید کیارشون بفرمایید. خواهش میکنم سامان جان. ایشون اومده به خاطر توهین جنسی که به یک خانم توی یک برنامه شده، یک پرچمی رو بلند کرده به عنوان زن ستیزی، به عنوان اهانت به یک زن، و فریاد وانفسا سر میده که همچین اتفاقی افتاده. از بدترین الفاظ داره استفاده میکنه که این خودش مجرمانه است. شما دارید اون الفاظ رو منتشر میکنید. دومین مسئلهش اینه که برای اون کارش میاد از چت خصوصی افراد، یعنی از حریم خصوصی افراد استفاده میکنه. این هم کار مجرمانه‌ایه، هم توی جامعه دنیای آزاد برابری میکنه با کاری که آقای سرجیو انجام داده، یعنی با توهین جنسیتی که ایشون کرده. و مورد از همه بدترش همین موضوعی بود که گفتم. شما میاد عکس یک دختری که زیرش بدترین الفاظ نوشته شده از طرف آقای سرجیو، من چیزی ندارم که بگم ایشون کار درستی کرده، ولی اولم که باید ببینیم تو اون چت چه صحبت هایی شده بوده، چون آقای معین هم مخاطب این صحبت ها بوده. چرا بقیه این صحبت ها کات خورده؟ چه صحبتی با معین شده بوده که سرجیو اینقدر راحت بوده که این جملات رو بنویسه؟ باید همه این چت رو منتشر کنن. و بدترین کارش اینه که میاد عکس یک خانومی که اصلا به این موضوع هیچ ربطی نداشته، اصلا هیچ موضوعیتی عکس ایشون برای مخاطب نداشته، بارها و بارها توی اینستاگرام اینو منتشر میکنه، توی چنل تلگرامش منتشر میکنه و هر چقدر پاک میشه دوباره منتشر میکنه. فقط برای چی؟ فقط برای اینکه توی 24 تا 48 ساعت گذشته 30-40 هزار تا فالوور گرفته ایشون، چیزی که از اول برنامه تا الان نگرفته بود. برای دیده شدن پس از همچین چیزی کسی ادعای حمایت از زنان یا حمایت از این اتفاقی که افتاده بکنه، برای شخص بنده پشیزی ارزش نداره. صحبتی که ایشون داره میکنه و فقط برای ویو گرفتن و دیده شدن، هیچ هدف دیگه ای پشت این قضیه نیست. و به این ارزش هایی که دارن اسمش رو میارن و دارن به وسیله اون دیگران رو میکوبن، ذره ای نه پایبندن نه عقیده دارن بهش. مرسی ازت، مرسی، دمت گرم واقعا. من ببخشید سوال جان اومدم رو ما، میخوام یه چیزی رو در تکمیل حرفای کیارشان بگم که به مخاطب میگم دیگه باید باهوش باشه. کسی که
سنگ این چیزا رو به سینه میزنه باید حواسش باشه که چی کارا میکنه چی کارا نمیکنه. کسی که از روی دل و نیت پاک اگر بخواد حمایتی انجام بده حواسش هست به دخترای مردم هم. فقط یاسمین دختر مردم نیست، اون دختری که اصلا نه توی برنامه بوده نه چیزی بوده، چرا تو باید عکسشو پخش کنی؟ الان اگر خانواده اون بفهمن همچین حرفی درباره این عکس رد و بدل شده و همچین حرفایی رد و بدل شده بین دو تا پسر، چه حس و حالی الان پدر مادر اون دختره دارن، چه حس و حالی الان برادر اون دختره دارن؟ حیوان موین و احمق عسل. بیاید الان یه توضیح بدید، واقعا الان جاشه بیاید یه توضیح بدید، بنویسید غلط کردیم ما این کارو کردیم، برید استوری بذارید بگید کار اون اشتباه بوده دیگه. ببین چوب خدا صدا نداره و خدای نازنین در فکر کنم سرجیو حلول کرده و خدای بزرگ نازنین زد تو کمرتون، اومدید یه کاری بکنید کره‌ای بگیرید، کره پای خودتون رو سر داد، اینجوری خوردید زمین، شرف و آبروی خودتون هم بردید. و جالبیش اینه جدا از اون تعداد فالووری که تو گفتی، چنل تلگرامش هم همین شده، یعنی الان 4-5 هزار نفر هم رفتن یه مش پیگیر تو چنل اونا که درباره ما داشتن. بازم امروز هم درباره چنل ما صحبت کردن کیارشان و ما رو میگفتن که ما نقد کننده های چرت و پرتی هستیم و گارد داریم روشون و فلان. چه گاردی؟ پر از باگید، چه گاردی؟ چرا دردتون گرفته؟ چرا درباره چنل های یوتیوب دیگه ای صحبت نمی‌کنید؟ چرا همش درباره سامان شو صحبت می‌کنید؟ اگر ما حرفمون درست نیست چرا اینقدر درباره ما صحبت می‌کنید؟ واقعا این خیلی واسم مهمه. سامان جان دقیقا من اگه اجازه بدی یه نکته دیگه ای هم اضافه کنم که قابل تأمل داداشم. سامان ببینید سرجیو ما اصلا اون فحاشی شد تایید نمی‌کنیم و اصلا حرکت زشت بوده، خب 100%. ولی خانم عسل ببینید سرجیو توی اون تحت اون شرایط شدید یک نفر بیمار روانی به اسم یاسمن میاد اونجا، انقدر روی اعصاب راه میره، فتنه میندازه تا بالاخره یک نفر رو عصبانی بکنه. و اینکه فحاشیای یاسمن توی اون دعوای اولم نباید از یاد ببریم ما که اتفاقا فحش جنسی که به چه میدونم سرجیو داد خیلی بولد بود. اگر بخوایم بهش بپردازیم باید به فحاشی ایشون هم بپردازیم. حالا اینو بذاریم کنار. سرجیو توی اون شرایط ویلا با اون شدت عصبانیت یک همچین فحاشی کرده. خانم عسل شما که نشستی تو خونت برنامه رو داری نگاه میکنی، برای چی باید از این الفاظ استفاده کنی تو چنلت؟ مگه الان تحت فشار روانی شدیدی هستی؟ شما پس ذاتاً بی‌ادب و بددهن و چه میدونم فحاش تشریف داری. این که شما اصرار داری یه استوری رو توی الان بذاری و اون حجم از الفاظ رکیک توی استوریت هست که اینستاگرام اون استوری رو پاک میکنه و اصرار داری هی تکرارش میکنی. نه بابا این اینستاگرام چه ماها زدیمش اینقدر پاک. حالا کلا منظورم که پاک شده دیگه، ریپورت شده. منظورم که حجمی که کسی که اون استوری رو نپسندیده و فحاشی دونستاتش زیاد بوده دیگه. ایشون که تحت شرایط سخت الان نیستش که یا کسی رو اعصابش رو نرفته که نشسته برنامه رو نگاه کرده به خاطر ذات واقعیش یک همچین فحاشی رو داره میکنه، چه توی چنلش چه توی چه میدونم اینستاگرامش. منظورم اینه که این آدم اتفاقا تو حالت عادی انقدر فحاش و بددهنه. سرجیو حداقل توی عصبانیت، تو اوج عصبانیت، توی اون شرایط سخت ویلا که هر کسی یه فنگی میخواست بندازه تو روابط و اون خانوم فتنه‌گر اعظم بود، انقدر عصبانی شد. ایشون که تو خونش نشسته خیلی راحت داره برنامه نگاه میکنه، شروع میکنه به فحاشی توی چنل چه میدونم تلگرامش. پس ببینید خود عسل و معین و چه میدونم دار و دستشون خیلی کثافت ترن و کسی که الان نمیاد بگه که اون تعرض کلا دروغ بوده، که تمام این مدت میخواستن ذهنها رو ببرن به سمت فقط یک کلمه سرجیو که این قسمت که بیفته بتونن از اون آب گلالود بیشترین ماهی رو بگیرن، بیشترین ویو رو بگیرن و بیشترین فالوور رو بگیرن. اینا همه کار میکنن، شرف و انسانیتشونه که سامان جان فروختن. این چیزای دیگه که دیگه اصلا ولش کن دیگه. مرسی سامان جان. عرضم به حضور شما مرسی از شما. خب اگر دوستان دیگه سوال جان تو
چیز کن سمانه جان خانم استیج هستشون، لادر عزیز و خانم رضایی بله از خانم نمایندگی خانوما هم اگر میشه صحبت بله. کنن درباره این موضوع، نظرشون رو بپرسیم که آیا اگر اون کار زشته، این کاره آیا چجوریه، این کار زشتری نیست که این خانم اثر کرده، نظرشون رو بدن، چون خانوم هم اصلا ممنون میشم بعدش من دیگه برم برای ریاکت به ویلا ایکس. بله حتما. خانم رضایی درود بر شما، شما هم نظرتو بگو لطفا. سلام، شب همگی خوش. راستش اول یه چیزی رو میخواستم بگم، دیشبم میخواستم بگم جا موند. ما از قسمت دیشب دیدیم که عسل پروژه بعدی رو شروع کرد گرفتن رو آیدا. یه جا برگشت گفت پارتنرش باید بره بزنه تو دهنش که منظورش به آیدا بود و امروز هم خب خیلی مستقیم هم عسل هم معین روی آیدا گرفتن، در صورتی که آیدا اعتراضشو کرد. اونجا بلند شد چند بار به سرجیو گفت بسه نگو، تکرار نکن. بارها گفت به خاطر من حرفی نزن، عکس العملی نشون نده. حالا سرجیو بنابر هر تصمیمی که گرفت که ما حرف بعدش رو تایید نمی کنیم، همچنان خواست عکس العمل نشون بده. این موضوعی بود که از دیشب مونده بود و امروز ما ادامهش رو دیدیم. در مورد خانم عسل معین و یاسمن در مورد بی‌تربیتی‌هاشون و فحشاشون، واقعیت اینه که از قدیم گفتن بیادبی کار سختی نیست، چشاتو میبندی دهنتو وا میکنی، اصلا کار سختی نیست. هممونم بلدیم، هممونم فحشای رکیک بلدیم، هممونم یه سری فحشا بلدیم که اصلا میتونه در دایره المعارف فحش‌ها بر خودش یه صفحه جدید باز کنه. کار سختی نیست فحش دادن. توی اون برنامه گاردی که گرفتن این بود که چرا سرجیو فحش داد. خب اوکی، هیچ کس تاییدش نکرد، ولی خانم یاسمن بارها الفاظ رکیک به کار برد که اون قورباغه محترم رو گذاشتن جاش. خیلی وقتها بی‌ادبی و فحش دادن کلمات رکیک نیست، کلماتیه که شاید مؤدبانه باشه ولی خیلی مفهوم زشتی داره. یاسمن بارها این کار رو تکرار کرد و ما دیدیم. معینم که خب ببخشید من نمیدونم جدیدن بی غیرت و بی ناموس جزء فحش حساب نمیشه. اگه تغییر کرده بگین ما دایره المعارفمون رو یه آپدیتی بکنیم. معین یه شب تمام داد میزد بی غیرت، بی شرف، بی ناموس. عذرخواهی میکنم، من باز تکرار میکنم. خودت فحش دادی تو جمعی که کلی دختر بوده، اونجا بد نبود. سرجیو یه فحش داد، همه بهش عکس العمل نشون دادن. دوباره که اومد 4 دفعه گفتی فحش نده، اینم گفت باشه نه من قرار نیست فحش بدم. خب آدم عصبانی رو که نباید تحریکش بکنی. بعد خانم عسل، من حقیقتا اصلا هیچ وقت اینا رو توی اینستاگرام دنبال نمی کنم، ولی این چند شبه مدام بعد از برنامه میرم ببینم چی گذاشتن و دیشب واقعا شگفت زده شدم از حجم اون کلمات بی‌ادبانه‌ای که ما شاید تو جمعای دوستانه دخترانمون هم نمیگیم. ببینید من به عنوان یه خانوم همیشه میگم دخترها تو جمع رفیقهای صمیمیشون ممکنه کلماتی رو بگن که اصلا روشون نشه در دعوا بیان بکنن، ولی اون واژه‌هایی که این خانوم به کار میبرد و بی‌تعارف میگم ما تو جمع دخترام نمیگیم. حالا شما میای توی مدیای اینستاگرام که نمیدونم چند هزار تا فالوور دارن ایشون، اصلا نمیدونم ایشون چقدر فالوور دارن، شما میای هی میذاری و بعد هی میای تکرار میکنی. بعد من رفتم حقیقتا چنل تلگرامشون هم ببینم که چی گذاشتن اونجا، برام جالب بود که ببینم چی گذاشتن، چی دارم میگن. بعد همونو تکرار میکنی. خب اگر بده، اگر فحش بده، آیا شما بلد نیستین با جملات دیگه‌ای حق مطلب رو ادا بکنید که حرف و رفتار اون آقا زشت بود؟ من این رو نمیفهمم، نه تایید میکنم، نه میتونم به عنوان نیت خیر از اینها در نظر بگیرم. خب شما بعد شروع کردن مشابه سازیش با سیاوش و کمپین. خب من روزهای اولی که بحث تعرض به یاسمن دروغی که گفته بود، من یکی دو جا تیکه تیکه تو یوتیوب دیده بودم که یک بنده خدایی میگفت نه مثلا سرجیو چیز نداره، اقامت نداره و فلان. اینا میخوان یه کاری بکنن که بحث اقامت سرجیو به مشکل بر بخوره. بابا یه برنامه بود،
4 تا حرف توش زدین، به اندازه کافی هم رو همدیگه گرفتین. چرا دارین زندگی یه آدم دیگر رو خراب میکنین؟ فوش میخواین بدین، دارین میدین، اشکال نداره. اگه اینجوری خالی میشین و شخصیتتون رو نشون میدین، فوش بدین. چرا دارین زندگی اون آدم رو در یک کشور دیگه که زحمت کشیده به یک جایی رسیده دارین به خراب میکنین؟ من ببخشید، هم خیلی عصبی هم امشب خیلی سردرد دارم، بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. در ضمن آقای سامان، من همون راهیل چت یوتیوبتونم. مرسی خانم رضایی، لذت بردیم از صحبتاتون. ببخشید من باز مایکم بسته بود. ببخشید. نه خواهید. رایل جان درود بر شما، مرسی عزیزم که صحبت کردی. داشتم از تو هم تشکر میکردم سوهل جان، از کیارش و بقیه دوستان. من از حضورتون مرخص میشم، شما ادامه بدید پرقدرت. دمتونم گرم. مرسی بازم رایل جان، مرسی، ممنون از همگی. سلامت باشی سامان جان، مرسی از حضورت و یه جورایی برگردیم توی وقایع ویلای امروز. کیارش جان، یک جورهایی هیت دادن مهیار و یاسمن به همدیگه توی این قسمت برای من خیلی جالب می اومد. حرفای مهیار خیلی به دلم میشست، با اینکه از شخصیتش اصلا خوشم نمیاد، ولی نکات ریز عجیب غریبی گفت. اگر دقت کرده باشن دوستان، حتی نحوه لباس پوشیدن یاسمن رو که خیلی بد و از قصد به نظر من بد لباس میپوشید به زبون آورد مهیار. یعنی این چیزایی که مهیار برگشت گفت و دوست دارم یک مقداری راجع به این کیارشان صحبت بکنی. این دو نفر هیتای عجیب غریبی امروز به هم دیگه میدادن و آقای مهیار یک جا هم با یاشار به زیبایی داشت صحبت میکرد و یاشار چقدر این توجیه هایی که داشت می آورد بچگانه و یک جورهایی خورنده شده بهش بود. من اینجوری دیدم، دیدگاه معین رو دقیقاً داشت کلماتش رو تکرار میکرد و تحویل مهیار میداد که آخرش مهیار یک جورایی خندش گرفت اصلا از توجیهاتی که یاشار داشت میگفت. نظرت چیه فداچم؟ سوهیل جان، در مورد این بحث بین یاسمن و مهیار و صحبتهایی که یاشار کرد، کلا طبق همین چیزی که دارم میگم، از یک موضوع یک سری افراد سوء استفاده میکنن. من کارهایی که مهیار رو هم انجام میده دقیقا توی همون کتگوری قرار میدم. یعنی فرد فرصت طلبیه که الان داره از این سوء استفاده میکنه. چون اگر این فرد با عقل، با درایت یا از روی برداشت انسانیت خودش همچین صحبتهایی میکرد، باید قضاوت‌های قبلیش هم به همین درستی بود و الان قضاوت‌های بعد از برنامه‌ش هم به همین صورت بود. چون اونجا به قول معروف منفعتش توی این بوده که از این موضوع دفاع بکنه، داشته این کارو میکرده و هیچ پوینت ارزش اخلاقی من به ایشون نمیدم که همچین چیزی رو دیده. ما میتونیم از نکات یا از صحبت‌هایی که گفته استفاده کنیم به عنوان اتفاقاتی که توی این ویلا بهش اشاره شده. به عنوان مثال صحبتی که شب قبل در مورد آقای معین کرد و گفت ایشون بارها بالا توی اتاق پسرها عنوان کرده که اصلا این عسل رو منظورش بود و حالا گفته این دختر برای من اصلا ارزشی نداره. یا اون فحشایی که سرجیو گفت در مورد کارهایی که معین کرده. و برای همین من بحثی که مهیار میکرد رو فقط دست و پا زدن برای موندن میدیدم، کاری که خود یاسمن هم داشت انجام میداد. یعنی هر دو یک رقابتی بینشون شکل گرفته بود که به درستی شما اشاره میکنید و با ادله خودشون میخواستن طرف مقابل رو محکوم کنن و هیچ کدوم از حرفایی که هر دو طرف میزدن هیچ وجه جالبی نداشت و پر از تناقض بود حرفاشون. یعنی از هر دو طرف برای موقع مظلوم نمایی خواستار خروج خودشون می شدن. هر دو طرف بعد برای اسم رأی گیری که می اومد میخواستن موضعشون رو تغییر بدن و هر کدوم دلایلی برای موندن خودشون میخواستن بیارن. خانم
یاسمن به مسخره ترین شکل عنوان میکرد، من چون الان بهم فوش داده شده نمیخوام این شکلی از ویلا برم بیرون. و در جواب اینکه یاشار ازش میپرسید خب الان کیو باید بدیم بیرون، میگفت نمیدونم، من میخوام بمونم. یعنی انقدر اعتماد به نفس بیش از حد، انقدر اون ایگویی که از اون شنیدن این فحاشی بهش دست داده بود، حتی توی لحن صحبت کردنش میتونستیم ببینیم. شما صحبت ها و رفتارهای یاسمن رو توی 10 قسمت گذشته ببینید و با امشب مقایسه بکنید. یعنی اون فحاشی که به ایشون شده بود، به جای اینکه ایشون تحت تاثیر قرار بگیره، اگر واقعا بهش آسیبی زده بود یا اتفاقی افتاده بود، ایشون دقیقاً برعکس از اون یک موضع قدرتی پیدا کرده بود توی حرف زدنش و به خودش حق میداد صحبت هایی که 20 قسمت توی دلش مونده بود رو حتی به خاطر این موضوع بیان بکنه. یعنی به خانم روژان عنوان میکرد چرا به من رأی دادی اونجا، یا از همه گلگی هایی که داشت و عقده هایی که توی دلش بود میخواست الان اونها رو عنوان کنه. یکی از مسخره ترین و بی‌پایه ترین جواب هایی که توی این سیزن حداقل من شنیده بودم، جواب هایی بود که یاشار داشت میداد برای حذف یلدا. یعنی اینی که عنوان میکرد، خب وقتی اون کلمه بود رو هم 10 بار تکرار میکرد و میگفت وقتی که یک نفر فیک 100 وجود داره، من نمیدونم یک نفر واقعی رو نگه دارم. و اصلا من نمیفهمم، یعنی حداقل عقل و فهم من در این حد نیست که صحبت ایشون رو متوجه بشم که یعنی چی. شما چطوری فیک 100 یعنی چی؟ اون فردی بوده توی اون ویلا که غیر از اون رابطه‌ای که برقرار کرده بوده که خود ماها بارها بهش اشاره کردیم، این رابطه تشکیل شدنش فیک بوده. ولی شما اومدید یک کاپل رو خواستید جدا بکنید تحت هر شرایطی، حتی اون 2 نفر منفورترین آدم‌های اون ویلا، ولی فرد مجرد رو خواستی نگه داری و اون ادله‌ای که داری میاری خیلی مسخره است. خانم یلدا توی اون ویلا هیچ گونه رفتار خیلی بگم بی ادبانه، خیلی بی شرمانه یا آسیب زننده من از ایشون ندیدم. واقعا خودم میدونم ایشون وارد رابطه ای شده که نباید میشده، ولی این دلایلی که شما میارید چه چیزی دیدید به این حد میگید فیک؟ شما فقط و فقط تحت تاثیر و تحت فشار آقای معین بودید و از طرفی پارتنر خودتون. هرچند که من خروج خانم یلدا رو هیچ وقت به پای یاشار نمی نویسم و خروج خانم یلدا فقط و فقط به پای آقای معین می نویسم به خاطر اون رأی اجباری که از 3 نفر گرفت، یعنی از آقای یاشار، خانم عسل و خانم فرناز. و به هیچ عنوان توی اون رأی گیری اگر 100 بار دیگه هم تکرار بشه، طبق اون رأی گیری خانم یلدا از اون ویلا خارج نمیشد. و این یک موضوع بود. یک موضوع دیگه هم خارج از این عنوان بکنم، صحبتی بود که در مورد آقای معین شد و ایشون عنوان میکرد که اتفاقاتی که افتاده رو میخواست یک فشار روانی به خانم آیدا وارد بکنه. یعنی ببین، عسل و معین از 2 جنبه مختلف دارن به آیدا فشار میارن. آقای معین داره از روی جنبه به قول معروف مثبت داره فشار میاره که اینکه شما با یک فرد زن ستیز توی رابطه هستی، شما چرا میخوای با این فرد بمونی، داره از این در وارد میشه. خانم عسل از طرف دیگه، یعنی از جنبه منفی داره وارد میشه که چرا این عکس العمل رو نشون داده، چرا این حرف رو رفته زده و چرا اینجوری گفته. یعنی همون کاری که خانم یاسمن استارتش رو زد، اینها کاملا دارن اونو فالو میکنن، یعنی دقیقا دارن اون کار رو به قول من پیگیری میکنن، اون راه ها انجام میدن دوباره و هیچ توقفی توی ایده خودشون نمیخوان بذارن. و حتی به نظر من الان دستاویزی پیدا کردن که میتونن
بیشتر از حد فشار بیارن. این خیلی خیلی برای من عجیب بود. حالا توی صحبت قبلی من اینو گفتم، ولی به نظر من بولدترین مسئله که توی امروز اتفاق افتاد، حتی از بازگشت جاوید و به نظر من مهمتر بود، این فشاری بود که دارن به آیدا میارن برای اینکه رابطه‌ش رو به هم بزنن. این دیگه یعنی علنی و با زبان بلند، با صدای بلند و با زبان رسا دارن این کارو میکنن و هیچ ابایی ندارن از این صحبت. مرسی کیارشان. من دقیقا باهات هم نظرم و یه نکته جالبی هم که بود، یاسمن امروز بیان کردش که فحشا برای من مهم نیست و چه میدونم اینجور حرفا، و واقعا هم براش مهم نبود. میدونید اتفاقا شاید مثل معین یه جورایی حتی خوشحال شد که این فحش داد که میتونست یه همچین هیتی بده، ولی امروز دیدیم واقعا تمرکزش رو گذاشته بیشتر روی هیت دادن مثلا مهیار و در جهت حذف مهیار داره تلاش میکنه تا اینکه ناراحت باشه از وقایعی که دیشب افتاده. و چقدر پرمدعاست که برگشته مثلا گفته که مثلا چون روژان اینجوری کرده. روژان خودش با احسان دعوا شده بود و درگیر رابطه خودش بود. بیاد چیکار کنه؟ بیاد تو رو بغل کنه نازت کنه که به خاطر فتنه‌هایی که به پا کردی مثلا چون یه نفر اومده اونجا یک حرفی به تو زده، انقدر فتنه به پا نمی‌کردی، انقدر چه میدونم واقعا اذیت نمی‌کردی اونجا، همه از دست تو آسیان. تو به فرناز رحم نکردی به خاطر اینی که چه میدونم وحید با معین یک مقدار استکاک پیدا کرده و اون حرف رو بهش زد و بهش گفتش که دست تو دیگه رو شده و هر دفعه هم داره اینو تکرار میکنه تو برنامه. تو به فرناز برگشتی گفتی که من احساس میکنم تو از معین خوشت میاد. چرا همش حس میکنی؟ چرا اینقدر بیمار روانی هستی که اینجور چیزها رو، ذهنیت تو چقدر کثیفه؟ چرا نمیتونی آروم بشینی که یک نفری هیت نداشته باشه؟ اصلا دلیل اومدن توی اون ویلا چی بوده؟ ماها که میدونیم چی بوده، ولی یک بار بیا برگرد بگو آج من اصلا اونجا دنبال پارتنر نبودم، رفته بودم این چون دارم فتنه بپا کنم. نقش من اونجا نقش فتنه گری بود. خانم لادن درود بر شما. شما هم نظرتو بگو عزیز در مورد این صحبت هایی که کردیم تا باز مرسی از برگردیم. اینکه مرسی کنم. خسته نباشید. من میخواستم جواب خانم عسل رو بدم که به خانم آیدا گفته چرا این حرف رو رفتی به سرجی گفتی. میخواستم بهش بگم اون موقعی که اون حرف رو یاسمن داشت در مورد معین میزد که بعد معین اومد ادعا کرد که من خودم تعمدن رفتم این حرف رو زدم که ببینم کی حرف رو پخش میکنه. خود اصلا وقتی اینو شنیده بود توی جمع دخترونه اومده بود توی آشپزخونه و دیتیل میدم که دقیقا خانم اصل بدونه توی آشپزخونه و داشت اینو به معین میگفت و میگفت که من اینو بهت گفتم که یه وقت لادر نمونی یا همچین اصطلاحاتی حالا به کار میبرد که یعنی آگاه باشه. خب آیدا هم رفته گفته اون چرا که شنیده، ولی سرجی از اون پیچیدگی هایی که معین داره خالیه. اون پیچیدگی هایی رو که معین در معین هست در سرجی در واقع نیست. اومد و اصلا چیز نکرد، اومد همون چون هدفی نداشت از شنیدن این حرف، فقط میخواست خیلی راحت بگه که ما اینو میشناسیمش، این اینجوریه این اینجوریه و اصلا تأملی در مورد این حرف نکرد و اون چیزی که در ذهنش بود راحت به زبون آورد. ولی معین اینقدر پیچیدگی داره و اینقدر برنامه و هدف داشت که خیلی قشنگ برای اون حرفم یک سناریو درست کرد و رفت. پس خانم عسل شما خودت هم رفتی گفتی اونجوری که شنیدی، اینجا نمیتونی بیای به آیدا انتقاد کنی. و مسئله دوم هم این که خانم یاسمن که اینقدر ادعا داره که من اونجا خودم بودم، من واقعیت ها رو میگفتم، من واقعی توی اون برنامه حرکت میکردم صحبت میکردم. خب چرا این واقعیت رو راحت نپذیرفت که بابا الان دیگه موقع حذف خودشه، الان دیگه زمان حذف خودشه.
خانم دیگه‌ای وجود نداره که بخوان حذف کنن و قاعدتا توی فینال ها یک خانم هست چه یا آقا چرا مثلا قاطی کرده بود میخواست بگه خب مهیار بیرون کنی من میخوام بمونم خب مهیار میره اون آقاست اصلا فرق داره توی خانم ها تو میباید میرفتی راحت میگفتی که آره من میخوام برم من اصلا الان وقتشه که من دارم میرم و شرایطی هم به وجود اومده خب خیلی هم ناراحت دارم از این برنامه میرم کاش اینجور نمیشد الانم که اینجور شده معذرت های سرجی رو نمیپذیرم و خیلی ناراحت و دل شکسته دارم از این برنامه میرم وقتشه که من برم و حرفاشو میزد چرا این حرفا نزد قبل از اینکه همه حرفاشو بزنه این برای من جالب. مرسی خانم لادن، متشکرم از نظراتتون. و خانم رضایی صحبت شما رو هم بشنویم عزیز. سلام مجدد. فقط این که بگید صدام خوبه یا نه من با هدست صحبت میکنم. راستیتش کیفیت صداتون اصلا الان خوب نیست. اوکی الان فکر میکنم بهتر شد. بله، در الان مورد یاسمن وقتی که اون بحثا مطرح شد و بهش گفتن ما میخوایم ازت عذرخواهی بکنیم دقیقا حرفی که این خانم لادن زدن وقتی بهش گفتن که خب حالا مثلا وقتشه که بری میگفت نه من میخوام بمونم و بهش میگفتن آیا میخوای با کسی آشناشی چون هر کسی الان وارد شه نمیشه شرایط جوری نیست میگفت نه من نمیخوام با کسی آشناشم فقط میخوام بمونم چون نمیخوام با این حالت گریان برم دقیقاً برای خودش اونجا رو یه جنگ تصور کرده میدان جنگیه که من حتی اگر کشته بشم باید در این میدان جنگ پیروز بشم نه خانم محترم اینجا یک برنامه به اصطلاح پارتنر یابی بوده و شما اومدی پارتنر پیدا کنی به هر دلیلی یعنی در وهله اول به خاطر رفتارهای خودت نتونستی پارتنر پیدا بکنی نتونستی با هیچ کسی مچ بشی بعد هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله هیچ جایی رو خالی نگذاشتی همه باگ ها رو پیدا کردی اضافه تر هم پیدا کردی سعی کردی رسوخ کنی فتنه بپا کنی رابطه ها رو به هم بزنی و حالا وقتی که وقت رفتنت شده میگی نه من میخوام بمونم که اینجا انتقامم رو بگیرم اشتباه گرفتی این برنامه رو اتفاقا اگر یاسمن همون حرفی که خانم لادن زدن خیلی قشنگ میومد میگفت من اصلا حرفای سرجی رو قبول ندارم اصلا عذرخواهیش رو قبول نمیکنم بابت تمام بی احترامی هایی که اینجا به من شده من در شأن خودم نمیدونم که اینجا بمونم و میخوام برم و مردم خودشون قضاوت میکنن شاید ذره‌ای پذیرفته تر میشد رفتارت ولی تو با جدیت و سرسختی میگی نه من میخوام بمونم میخوام اینجا مثلا انتقامم رو بگیرم به نوعی میخوام حالگیری بکنم و وقتی بهت میگن کانسپت برنامه همچین چیزی نیست که تو مد نظرته میگه که شما میخواین منو بدین بیرون بدین ولی من خواستم اینه که منو ندین بیرون من بمونم انتقام گیری کنم خب تا الان که قصدت انتقام گیری نبود همچین فجایعی رو به بار آوردی دیگه خدا بذاره از الان که دیگه رسما اومدی گفتی من میخوام وایستم اینجا جواب پس بگیرم از این و اون دیگه قراره چه کاری بکنی آدم‌های اون ویلا به اندازه کافی تحت فشار هستن پس قطعا نمیپذیرن که یک آدمی با این حد از کینه آشکار بمونه تو اون برنامه با تمام هیستوری که قبلش داشته توی این 2 هفته و نیم 3 هفته و بخواد باز هم اعصابشون رو به هم بریزه و جالب بود برام آدم‌هایی که میگفتن نه باید بمونه چرا باید بمونه چرا باید به روابط شماها ضرری برسونه چرا این ریسک رو میپذیرین اصلا حرفها منطقی نبود جوابها منطقی نبود و باز همون طرفداری بیجای آقای معین اصلا درست نبود و وقتی که دیگه میرسه به این گارد رو در رو به نظر من منطق میپذیره که خانم شما دیگه باید بری بیرون خب به جای تو کی بره بیرون نمیشه هیچ کس نره بیرون هیچ خانومی بیرون نره
من کاملا با حرفای خانم لادم موافقم. عذرخواهی میکنم من یه چند دقیقه نبودم توی لایو استریم، نشیدم شما یا کیارش جان چی گفتین. فعلا تا اینجا نظرم در مورد این ماجرا اینه و حالا بازم میخوام یادآوری کنم اینو، قیافه عسل و این زمانی که جاوید وارد شد، یعنی من اون تیکه رو فکر میکنم 4 بار زدم عقب که فقط فیس عسل رو ببینم. من عذرخواهی میکنم، فعلا مایکمو میبندم. سلامت باشید. متشکرم خانم رضایی. و بله، ورود آقای جاوید، خب من از این بعد یک مقداری پرکارتر میشم خودم، چون شخصیت اولی که من خیلی نقدها بهش کردم و منتقد صدش بودم خود جاوید بود. من رفتارهای جاوید رو اصلا و ابدا نمیپذیرفتم، ولی الان مشخص شد توی این قسمت ها که چرا انقدر معین عسل اصرار داشتن، اصرار بیش از حد داشتن که جاوید باید حذف بشه. به خاطر این فتنه هایی بود که داشتن به پا میکردن، هر روز تنش، دعوا و چه میدونم دسیسه های عجیب غریبی که این تیم داشت مینداخت. و این قیافه بخت معین و عسل خیلی عجیب و غریب بود. حتی معین نتونست با اینکه مثلا رضایت داد بموندن، نتونست جلوی اون حجم از تعجب و جا خوردنش رو بگیره. عسلی که نتونست جلوی اون کینش رو بگیره. من نمیدونم خانم عسل چه کینه عجیب غریبی روی جاوید داره و اینکه شاید اصلا انتظار داشت جاوید که سینگله بیاد سمتش. فکر کنم اصلا خوشش میومده ازش، چون خوشش میومده و نرفته سمتش و هیچ نظری روی عسل نداشته. فکر کنم انقدر کینه داره، وگرنه که جاوید اصلا 4 کلمه هم با این خانم صحبت نکرده. من این حجم از کینه رو من متوجه نمیشم چرا انقدر روی جاوید هیت داشته، که امروز هم حتی نظرش رو گفت و گفتش که نه اصلا 100% مخالفم حضورش، ولی قیافش رو دوست داشتم دیگه. حالا خلاص با اینکه من از جاوید خودم خوشم نمیاد و 100% منتقد رفتاراشم، ولی در مقابل این تیم یک فرد اتفاقا باهوشتری باید مثلا اون سمت هم قرار بگیره که گول اینجور بچه ها رو نخوره، بیاد اونجا و یک مقدار تعادل برقرار بشه. حالا باید ببینیم که در ادامه راه چه اتفاقی میفته. شاید، من نمیدونم، اصلا به خاطر اینکه بچه ها واقعا انقدر پشیمون شده بودن از رفتن جاوید و دیدن که این تعادل توی ویلا داره به هم میخوره و یک سریا واقعا دارن اونجا اذیت میشن و ترسیدن از تنش‌های بیش از حد دیگه مجاب شدن که جاوید رو برگردونن. شاید هم این گونه نبوده باشه. کیارش جان، نظر تو چیه؟ فدات شم. سوهیل جان، در مورد برگشتن جاوید که خب یه مسئله بود اینجوری که حالا حداقل میخواستن به بیننده عنوان بکنن از طرف گروه سازنده، این بود که چون بین بچه ها زیاد این موضوع مطرح شده بوده و حالا خانم سپیده این صحبت رو کرده بوده، جاوید را آورده بودن و از خود افراد رأی گیری کردن که ایشون بمونه یا نمونه. به نظر من اصلا اون رأی گیری کردن خیلی کار مسخره‌ایه. شما هر کدوم از اون افرادی که از این ویلا خارج شده باشن بیارید، هیچ کس رأی نمیده نه نباشه. حالا وقتی خانم عسل اون رأی رو میده، یعنی علنی میگه من با اون فرد یک خصومت شخصی هم دارم. حالا من خودم توی این برنامه غیر از اون مسئله‌ای که بین راست و دروغ بودن اون ماجرا بین اینها پیش اومد، من که چیزی ندیده بودم و حالا بعد هم که به خواستشون رسیدن و ایشون رو حذف کردن. ولی این گاردی که خانم عسل در مورد ایشون داشت، حتی قبل از اون ماجرا که منتهی شد به اون صحبتی که من هنوز هم عقیده دارم عسل اونجا دروغ گفت، فکتای خودم رو دارم. و حتی توی اون فینالی که جاوید حذف شد، یک جمله خانم عسل میگه که خیلی برای من جالب بود و خیلی اگر کوچکترین فکری میتونستم بکنم که یه موقع این مسئله دروغ بوده راست بوده، باز هم برام تأکید بیشتر میشد که ایشون دروغ گفته. جایی که عنوان کرد به
خانم یاسمن گفت من به خاطر تو حیثیتم رو به خطر انداختم در مورد جاوید. شما وقتی حرف راستی رو بیان کردید هیچ وقت حیثیتتون به خطر نمیفته. یعنی شما باید دروغی گفته باشید که ممکن باشه حیثیتتون به خطر بیفته و احساس بدی بهتون دست بده یا احساس کنید کار خیلی بزرگی دارید انجام میدید. و به نظر من انتظار داشت با اون کاری که کرده بوده یاسمن از همون موقع غلام حلقه به گوشش می شده و اون اختلافی که اون روز توی اون قسمت برنامه داشتن بیشتر سر این موضوع بود. و حالا که خب دوباره همون یار قهار هم دیگه هستن دوباره و اینجا فوش ناموسی دادن، این اتفاقات افتاده، حتی برخورد فیزیکی داشتن، اینجا مشکلی نداره با یک بحث خیلی ساده و با یک معذرت خواهی ساده برطرف میشه. ولی امروز خانم یاسمن بارها بعد از اینکه از زبان وحید شنید که میخواد عذرخواهی بکنه بارها بلند شد و گفت دیگه عذرخواهی برای من فایده ای نداره. یعنی نمیخواست اون موزه رو از دست بده، یعنی اون فحاشی رو به عنوان بهترین برگ برنده خودش میدونه. اون لبخندی که توی قسمت قبل گفتم اسکرین شاتش رو گرفتم که ایشون بلا فاصله بعد از صحبت سرجی اون بی احترامی که به ایشون کرده لبخند رضایتی روی لب یاسمن میاد و بعد هم صحبتش رو خیلی آروم در یک موضوع دیگه ای ادامه میده که قدرش رو میدونست و الان داره ازش استفاده میکنه و اگر کوچکترین خلالی بخواد به این موضوع وارد بشه میبینید که چه شکلی گارد میگیره و اعلام میکنه دیگه معذرت خواهی هیچ جایی نداره و هیچ فایده ای نداره و اینکه نمیخواد اون به قول معروف قدرتی که به دست آورده که بتونه به همه تمام مشکلاتی که داشته، تمام کمبودهایی که داشته رو عنوان کنه از دست بده. در مورد جاوید هم گفتم نظرم، حالا باید بیاد ببینیم. حالا ما دیدیم فقط یک آغوش به قول معروف، حالا نمیدونم اسمشو چی بذاریم، عاشقانه بذاریم، دوستانه بذاریم، با خانم سپیده داشتن. من یکی از مجهول ترین افراد توی این ویلا برام خانم سپیده است. هیچ گونه رفتار و اکت معقولی تا به حال از ایشون ندیدم. یعنی من یکی از افرادی که همیشه گفتم خیلی تحت تاثیر محیط اطرافشه و خیلی اکت های لحظه‌ای و حتی توی کوچکترین مسائل داره خانم فرنازه. خانم سپیده رو هم خیلی به این مسئله مثل ایشون نزدیک میبینم. یعنی وقتی شما 4 کلام با ایشون صحبت میکنید یک موضعی میگیره، 4 کلام کس دیگه از جهت دیگه باشون صحبت میکنه یک موضع متفاوت میگیره و هیچ گونه استقلال فکری نداره. من حداقل تا الان از خانم سپیده هم همچین برداشتی داشتم. حالا با کسی مثل جاوید وارد رابطه میشه برام خیلی جالبه که بدونم چی بین رابطه اینها به وجود خواهد اومد. مرسی کیارش جان، متشکرم ازت. و خانم سمانه درود بر شما. شما هم نظرتو بگو در مورد بازگشت جاوید. سلام عرض ادب. ببخشید من یه چند لحظه ای نبودم ولی میخواستم از صحبت‌های آقای سامان تشکر کنم و واقعا باشون موافق بودم. من اول میخواستم در مورد خانم عسل یه چیزی رو چون که خودم همچین احساسی کردم. این خانم برعکس اون ظاهر و معصومیتی که از خودش نشون میداد در ظاهر، کلا من یاد یه اراذل و اوباش میافتم وقتی رفتارشون میبینم و یه حالت عقده‌ای بودن و بیمارگونه بودن، همچین رفتاری از ایشون میبینم چون اصلا عادی نیست رفتارشون، نگاهاشون. لحظه‌ای که جاوید اومد ظاهر و نگاه این خانم اصلا عادی نبود و به نظرم اونقدر آقای جاوید بهش بدی نکرده بود که این حجم
از کینه و عقده تو چهرهش اصلا داشت داد میزد و احساس میکردم یه حالت چون که آقای جاویدی اخلاقی داشت به همه خانوما خیلی زیاد از حد احساسات و بمباران احساساتی میکرد اونا رو و این فکر میکنم که دوست داشت یه آدمی مثل اون سمتش بیاد و این کینه رو از اونجا از آقای جاوید گرفته بود چون که من ندیدم که اصلا بهش هیچ بی احترامی بکنه و در مورد آقای جاوید حقیقتا من ریاکت بدی ازشون ندیدم فقط یه آدمی رو میبینم که با هر کسی که وارد رابطه میشه همون اول زیاد از حد محبت میکنه و بعضی از خانم ها رو زده میکنه و نظر خاصی ندارم تا ببینم چجوری چون اصلا از اون سلیقه های قبلش مثلا خانم سپیده اصلا به خانم نازنین و فرناز نمیدونم من هیچ احساسی دریافت نمی کنم فکر می کنم فقط یعنی فیکه احساسش به خانم سپیده فکر می کنم فیکه من همچین وایبی گرفتم حالا نمیدونم شاید هم اشتباه کرده باشم و آقای کیارش من خیلی صحبتاشون رو واقعا اینکه رفتم دوباره نگاه کردم 2-3 مطلبی که گفتن و به این نتیجه رسیدم واقعا از برداشتاشون خیلی لذت بردم و خودم هم چند جا که برام مبهم بود ایشون برام روشن کرده خوشحال شدم و خوشحالم که تو لایوتون هستم متشکرم سمانه جان. بله ما هم از صحبت کیارا جان همیشه لذت میبریم و ممنونم از نظراتت. خانوم لادن در مورد بازگشت جاوید نمیدونم صحبت کردید شما یا نه، شما هم نظرتون رو بگید. و کیارا جان فکر کنم تقریبا خیلی از مطالب رو صحبت کردیم، باز اگر صحبت پایانی بود بعدش هم شما صحبت تکمیلیتون رو داشته باشید. در مورد برگشتن جاوید که فقط من واقعا تو این 2 قسمتی که خیلی واسه سرجی ناراحت بودم و برنامه رو نگاه میکردم تنها لحظه‌ای که خندیدم لحظه ای بود که قیافه عسل رو دیدم که جاوید اومد. این واقعا من خیلی به این قیافه خندیدم و برام جالب بود و فکر میکنم که این در واقع تنش بین جاوید و عسل به معین برمیگرده. یعنی اینکه عسل میگه من حیثیتمو گذاشتم، واقعا اصلا حیثیتی کار کرد، اومد یه دروغی رو گفت، یه مغلطه‌ای رو به پا کرد و ایستاد و جاوید رو بیرون کرد. به چه دلیل؟ من فکر میکنم برمیگرده به اون موقعی که جاوید صاحب خونه بوده. جاوید باعث شد کیمیا با یاشار در واقع اوکی بشه و سرجی با آیدا و اون موقع معین متوجه شد که خب در موقعی که صاحبخونه هم بود جاوید، حالا من کاری به رفتارش با خانمان ندارم که حالا چه جوری بود اون اصلا اون یه بحث جداگونه است، ولی اون موقع خیلی قشنگ بچه ها رو مثلا مدیریت میکرد، کنارشون بود. بچه ها اون اولین صاحبخونه بود و یه پیوندی باش برقرار کرده بودن، به طوری که دیگه واسه شون به قول معروف گفتنی میرفت و مسیر رو براشون فراهم میکرد که اینا به پارتنر دست پیدا کنن. اینا چند قسمت شده بود و همه همینجوری بود دیگه. اون یاشار بلا تکلیف مونده بود توی رابطه‌ای که با آیدا داشت دیگه. سرجی هم که نتونسته بود چیز کنه و راه رو یاشار باز کرد، این ببخشید جاوید باز کرده بود. اون موقع من فکر میکنم کینه جاوید رفت توی دل معین و از طریق عسل این در واقع زهرش رو اومد به جاوید زد. صحبت دیگه مرسی، متشکرم، لطف کردی. و کیارش عزیز صحبت پایانی شما هم داشته باشیم قربونت برم. سوهل جان یه موضوعی در مورد بحث بین خانم
یاسمن و آیدا میخوام صحبت بکنم، چون امروز دوباره دور سخت در مورد این موضوع بحث کردن و خانم یاسمن بسیار ناشیانه، برعکس همیشه بسیار ناشیانه مغلطه میکرد در مورد موضوعی که صحبت کرده بود و حتی خودش میگفت خنده شیطانی شیطانی کردم، یعنی سعی میکرد با طنز بخواد این موضوع رو برعکس جلوه بده و این خیلی خنده‌دار بود که میخواست کارشو بی ارزش نشون بده و بگه من هیچ منظوری نداشتم و مدافعین این افراد خیلی ساده میان میگن کانسپت این برنامه بوده، ایشون پارتنر نداشته، باید همین کار رو انجام میداده و تصمیم گرفته که اینطوری رفتار بکنه. این رو در این رفتار خانم یاسمن رو دارن اینجوری توجیه میکنن، ولی در مورد خانم آیدا میگن که ایشون فیک رفتار میکرده، ایشون همه کارهاش با سیاست بود. اونجا هم میتونن خیلی راحت بگن کانسپت برنامه بوده، ایشون تصمیم گرفته بوده اینجوری رفتار کنه. اصلا توجیه کردن افراد به وسیله اینکه این کانسپت برنامه بوده از هر طرفی عنوان بشه برای من مردوده، چون اگر شما همچین چیزی رو با این جمله توجیه کردید، کلیه رفتارهای افراد توی اون ویلا رو میتونید با همین مسئله توجیه کنید. به عنوان مثال همین آقای سرجی که دارن بهش صحبت میکنن که سرجیو اومده این صحبت رو کرده، محکوم خشونت و علیه اون آقای معینن به خرج داده، خب اون هم میتونه بگه میخواستم محتوا تولید کنم. اون یکی هم که غیبت میکنه میگه میخواستم محتوا تولید کنم. اون آقای که با آقای مهیار که با 10 نفر خواست آشنا بشه نشد، رابطه فیک تشکیل داد، میگه کانسپت برنامه اینه. خب اینجوری هیچ چیزی سنگ روی سنگ بند نمیشه، ولی هر جایی به نفعشونه از یک به قول معروف ادله خیلی سطحی و سست استفاده میکنن برای توجیه کردن و به نظر من خانم آیدا هیچ گونه اشتباهی توی اون موضوع نداشته، به حق اون جمله رو گفته، کاملا داشته به رابطش صدمه وارد می شده و باید از اون جلوگیری می کرده. این یک مورد بود. یک مورد هم میخوام به نوع صحبت کردن خانم پرستو صالحی امروز اشاره بکنم که آقای سرجیو به ایشون اشاره کرد شما دارید سایت میگیرید. کاری من به اون جمله سرجیو ندارم، ولی یک چیز رو میخوام بگم، چند نفر دارن عنوان میکنن اونجا به خانم صالحی که آقای معین این کار رو برای خود نمایی انجام داده، برای شواف این کار رو انجام داده و بدترین جمله‌ای که خانم صالحی میتونست بگه این جمله بود که گفت اگر برای شواف هم انجام دادی خوب کاری کردی انجام دادی. یعنی واقعا این جمله از کسی که داره کار مجریگری رو میکنه اولا بعیده، دوما شما بگید به خاطر اینکه شواف باشه هر حرفی که حتی درست باشه با شواف اشکالی نداره، این اصلا جای پذیرفتنی نیست. من احساس میکنم با تجربه‌ای که ایشون از سیزن 1 داشته این فرصت رو دیده و میدونسته که از اینجا به بعد فشار روی کدوم سمت و میخواست کاملا خودش رو سمتی قرار بده که مشکلی براش پیش نیاد و حتی فشارهای سیزن 1 رو از روی خودش برداره. جایی که عنوان کرد این بزرگترین اتفاق این برنامه توی این سیزن بوده، یعنی کاملا با گارد وارد اون صحبت شد. حالا میتونه عنوان کنه که این از طرف گروه تولید بوده، بهش گفتن این حرف رو بزنه، ولی اون صحبتی که در مورد معین کرد رو من به هیچ عنوان نمیتونم بپذیرم که از طرف گروه تولید به ایشون بگن بگو حتی اگر شواف بوده کار خوبی کرده انجام داد. ایشون میخواست فشار سیزن 1 رو به یک وسیله از روی خودش برداره. این موضوعی بود که به چشمم اومد، این هم گفتم بگم. و آخرین مسئله که معمولا من اینها رو توی ضبط صحبت نمی کنم در موردش، ولی این رو میخوام بگم که از همین جا به خانم عسل یا هر کدوم مخاطباشون که دائما با چنل ما در ارتباطن سلام میکنم و میگم که بعد از صحبت های ما الان رفتن عکسی که توی
چنلشون بود رو ادیت کردن. یعنی دوستان برن توی چنل میبینن الان زیر اون عکسی که گذاشته نوشته ادیت و اون صورت اون خانم رو تا حدی محو کردن. میخوام بهشون بگم که این کاری که انجام دادید دیگه آبیه که ریخته شده و به هیچ عنوان نمیتونید اینو لاپوشونی کنی. این عکس منتشر شده، چندین بار توی اینستاگرام شما منتشر شده و رکوردهای اصلی هم که شما انجام دادید وجود داره. شما کاریه که کردید غیر اخلاقی بوده و با یک ادیت کردن نمیتونید اون کاری که ناشایستی که در حق اون خانم انجام دادید رو اینطوری بپوشونید. مرسی کیارشان عزیز. بله ببینید اینا در اصل مخاطبای ما هن دیگه و اینکه ببینید شخصیت خودشون رو به خوبی نشون دادن و اون قاب و سیمای صورت زیبایی که به خودشون میگیرن فقط یک چهره زیبای، البته همچینم خدادادی نیست با کلی، حالا اصلا بینش به کنار، اصلا کاری به این حرفا ندارم، ولی منظورم از اینکه اون تصویر زیبایی که از خودشون نشون میدن اصلا اونی نیستش که متاسفانه بیشتر مردم دارن میبینن. اون ذات کثیفی که ایشون داره و ما بهش واقفیم قابل شستشو هم نیست و تحت تاثیر هم قرار میگیرن، خیلی جو زده عمل میکنن. البته سن خاصی هم ندارن ولی ذات بد ربطی هم به سن نداره کیارشان. این کاری که ایشون کرده بازی با آبروی یک دختر دیگه و بعد سنگ یک دختر دیگه رو به سینه زدن و تخریب شخصیت یک انسان دیگه واقعا عجیب غریبه. با این حرکتی زد اتفاقا به ما این هم به نظر من زد، چون ما ادامه اون چت ها رو که ندیدیم که. اگر جرأت داره بقیه اون چتی که با معینم داشته سرجیو رو بفرسته، استوری کن دیگه، شما که همین چی دیدی. البته به نظر من تمام اینا فیلمه که رابطش با معین و اینجا حرفا طبق صحبت‌های قبلی خودت واقعا اینا فقط یک تیمن، نه اینکه یک پارتنر باشن. اون تصاویر دروغی که تحویل ملت هم میدن فقط در راستای همین برنامه و شو و فلان اینجا حرفاست. مرسی کیارشان. بله البته راستی در راجع به صحبت‌های سجاد دور استخرم به نظر من خیلی قشنگ صحبت کرد، خوب بود صحبتاش و اون اینکه حرفش رو میزنه سجاد، خوبیش اینه. حتی یه جایی احساس کردش که آیدا یک جاییشو فراموش کرده، نگه آیدا مثلا داشته ریز بریز داشته توضیح میداده تا به اون نقطه برسه که به یاشار و کیمیا هم مربوط میشد، ولی خب هی گوش زد میکنه. درسته ایشون هم متاسفانه نمیتونه خیلی خوب صحبت بکنه ولی حرفش رو زد و تو روی پرستو صالحی برگشت گفتش که داری ساید انتخاب میکنه. به 100% من مطمئنم که پرستو صالحی این کارو میکنه. تو سیزن قبلی هم همین کارو کرد. من نمیدونم، جالبیش اینه که هر دفعه اون ساید رو برمیداره، سایدی که دوستان که دیگه خودمون میدونیم کیا دارن از این داستان‌های زن ستیزی و اینا حمایت میکنن و قش میکنه اون سمت. هر قسمت دستش بیشتر داره رو میشه این خانم پرستو صالحی و در ادامه هم خواهیم دید چیزهای بیشتری هم از ایشون خواهیم دید. مرسی کیارشون، بسیار لطف کردیم و ممنون از تمام دوستانی که تا این ساعت در لایو ما حضور داشتن و ما رو همراهی کردن. بسیار متشکرم. تا پادکستی دیگر، خدا نگهدارتون.